سلام و احترام. شب همکاران عزیز بخیر. خوشحالیم که با جلسه دوم کورس پلن مجازی برکیتراپی آکادمی آنکولوژی آبان در خدمتتونیم. این جلسه ما در خدمت استاد عقیلی ابتدا و بعد استاد جابری هستیم که مطالب تکمیلی از جلسه قبل در خصوص البته برکیتراپی کنسر سرویکس رو صحبت خواهند کرد و جلسه آینده هم انشالله ادامه کنسر سرویکس رو خواهیم داشت. استاد عقیلی ما در خدمتتون هستیم. ممنون از زحماتتون. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همکارانی که امشب در خدمتشون هستیم. لازمه یه بار دیگه تشکر کنم از آکادمی آنکولوژی آبان که این فرصت رو فراهم کردن که یکی از مهارت‌های قدیمی رادیوتراپی که براکیتراپی هست و به نظر من آرت این رشته هست مجددا مورد توجه قرار بگیره. خب خوشبختانه توی سالهای اخیر با دیدگاهی که توی مراکز آموزشی و حتی غیر آموزشی پیش اومد برای اینکه این روش درمانی توجه بیشتری بهش بشه، فکر میکنم که استقبالم نسبت به این قضیه بهتر بوده. و این یه فرصتیه برای اینکه بتونیم در این رابطه دانش خودمون رو افزایش بدیم. البته من یه دارم کاش یه برنامه‌ای بشه یا دوستانی که تو این برنامه‌ها با ما هماهنگ هستن و به اصطلاح شرکت میکنن، چون بحثی که حالا به صورت مجازی اونم یه طرفه باشه خیلی به اصطلاح لطفی نداره، چون ما فیدبک نمیگیریم که بدونیم حالا این صحبت‌هایی که داریم انجام میدیم چقدر برای دوستان مورد توجه بوده. و سوالاتی اگه پیش میاد، اگر ابهاماتی هست یا حتی پیشنهاداتی هست که میتونه کمک بکنه که توی جلسات بعدی ما ارائه بهتری داشته باشیم، که انشالله از دوستان دیگه از همکارانمون که تو مراکز دیگه هم این کارا رو انجام میدن قطعا سعی میکنیم کمک بگیریم برای جلسات بعدی. من خواهش میکنم یه برنامه داشته باشیم و از همه دوستانی که میان تو این برنامه شرکت میکنن به عنوان شنونده خواهش میکنم یه مقدار گوینده هم باشن یا حداقل فیدبکاشون رو به ما بدن، یا اگه سوالاتی دارن بنویسن که اگه لازمه ما اونجا جواب بدیم، چون بحثی که یک طرفه باشه اصولا برای خود مدرس هم خسته کننده خواهد بود. و این چالش بین سخنران و مستمع میتونه خیلی کمک کننده باشه که عمق بحث رو زیاد بکنه. خب اگر خاطرتون باشه ما در جلسه قبلی کلیاتی راجع به براکیتراپی گفتیم و اینکه براکیتراپی چجوری به وجود اومد، با چه قصدی درمان، با چه قصدی به قول معروف ازش استفاده میشه، و یه سیر تدریجی از پیشرفت‌هایی که در براکیتراپی تو سالهای اخیر ایجاد شد و صحبت کردیم و گفتیم که اصلا رادیوتراپی با براکیتراپی شروع شد، بعدها کم کمک به سمت اکسترنال رادیوتراپی رفت و خب این گاهی اوقات باعث شد که براکیتراپی دوباره افت کنه، دوباره اومد بالا، دوباره پیشرفت کرد و این خودش کمک کرد که ما امروز یک شاخه مهمی از درمان سرطان‌ها مخصوصا با استفاده از پرتوها باشیم. خب من تو این جلسه راجع به درمان کنسرهای سرویکس صحبت می‌کنیم. البته ما فکر می‌کنم 2 تا 4 جلسه حالا باید صحبت‌ها رو با هم هماهنگ کنیم. راجع به براکیتاپی در سرطان‌های زنان صحبت می‌کنیم، چون عمده واقعا کاربردها و عمده تجربیاتی که در رابطه با درمان‌های با استفاده از تکنیک براکیتراپی وجود داره برای سرطان‌های زنان هست و امروزه هم همه ما به یه نحوی درش درگیر هستیم. خب میدونید که توی کنسر سرویکس سالها عمل جراحی قدیم انجام میشد که خب بدون عارضه هم نبود، ولی اکثر این مریض ها یا غیر قابل جراحی بودن، یه تعداد قابل توجهیشون، و یا اینکه جراحی بسیار میتونست مخاطره آمیز باشه. لذا اولین استفاده از درمان های براکیتراپی در کنسرهای
سرویکس و دهانه رحم به اصطلاح شروع شد، بعد یواش یواش پیشرفت کرد و امروزه حالا آخرم بهش اشاره خواهم کرد، علیرغم تمام پیشرفت‌هایی که در درمان اکسترنال رادیوتراپی ایجاد شده، هنوز هم نتونسته جایگاه براکیتراپی رو ازش بگیره و هنوزم مریضی که درمان براکیتراپی ازش سلب بشه به هر نحوی، مریضی که اندیکاسیون البته داشته باشه، قطعا نتایج درمان ضعیفتر با عوارض بیشتری خواهد داشت. خب دوباره یه برمیگردیم به تاریخچه براکیتراپی. میدونیم که دفعه قبلم گفتیم 1898 خانم ماری کوری و همراه همسرشون اون رادیوم رو کشف کردن که بیس مثلا درمان رادیوتراپی یا رادیوم تراپی بود که بعدها تبدیل شد به براکیتراپی و اکسترنال رادیوتراپی. اولین کسی که به اصطلاح اومد گزارش کرد، یعنی ما اون دهه اول قرن 20م خانم کلیوز و آقای دودرلین در آلمان، خانم کلیوز مال نیویورک بود، اومدن و به صورت کیس ریپورت گزارش کردن که میشه کانسر سرویکس رو با تکنیک رادیوتراپی و با کاشت مواد رادیواکتیو در محل تومور درمان کرد. بعد به تدریج در اواخر این دهه در درمان‌های اینتراکویتری در وین اتریش و بعد در استکهلم معرفی شد. حالا هر کدوم اینا جلوتر بهش اشاره خواهیم کرد که برای خودشون تکنیک‌های خاص خودشون رو داشتن و استفاده می‌کردن. خب این خانم کلیف هست که به اصطلاح اولین کسی بودش که تو نیویورک با کاشت، حالا که میگم کاشت به معنی اینترستیشیال نیست، بلکه قرار دادن یک سورس با اکتیویتی 700 میلی گرم رادیوم. حالا آقای دکتر جابری جلوتر اشاره میکنن به این داستان این دوزه ها و چجوری بود و اصلا چجوری تاریخچش تبدیل شد بعداً به گره و اینها. اومد و معرفی کرد که با 2 تا اپلیکاتوری که به مدت 10 دقیقه گذاشت به فاصله 3 روز 3 روز، تونست یه مریض کنسر پیشرفته سرویکس رو درمان بکنه و از اونجا این داستان شروع شد. بعد در 1912 سیستم پاریس اومد که این سیستم حالا جلوتر بهش اشاره خواهم کرد که به چه صورت بود. بعد 1912 استکهلم به وسیله آقای گوستاف فورسل معرفی شد این درمان که اونها اومدن اولین کیس سری درمانو کرده بودن و نتایج خوبی گرفته بودن، با 24 کیس رو گزارش کردن. آقای آبه در نیویورک گزارشاتی داشت از مریض هایی که 8 سال دیزیز فری بودن با استفاده از درمان رادیوم و در تقریبا 2 دهه بعد در 1930 به بعد سیستم منچستر اومد که تقریبا الان پایه براکیتراپی جیباین که داریم استفاده میکنیم از سیستم منچستره که حالا جلوتر میگم چه مزایایی داشت نسبت به روش های دیگر که باقی موند و اونای دیگه حداقل تو درمان اینتراکویتری کم کمک فراموش شدن. خب دوباره عرض میکنم اون دهه اول استکهلم اومد، بعد پاریس اومد و بعد در 1930 سیستم منچستر اومد که اینجا حالا اون به اصطلاح اون سرکردگان این قضیه رو میبینید، آقای پورسل، آقای کلود ریژو در پاریس و خانم تات در منچستر. بعدها در مثلا دهه 50 به بعد 50 و 60 این سیستم های اینترستیشیل اومد که حالا تعریفاش حالا بعدا جلوتر تو جلسات بعدی هم خواهیم داشت که اون سیستم کوین بی و بعدش پترسون پارکر مال سیستم منچستر بود و آقای پیر کوین و خانم دوتریکس که اینها سیستم پاریس رو
معرفی کردن که هنوزم این سیستما بخصوص سیستم پاریس الان مبنای بیشتر محاسبات دوزیمتری که حالا به وسیله این نرم افزارهای جدیدی که حالا برای محاسبات دوز انجام میشه بر اساس این سیستم هستش. خب تو سیستم استکهلم معمولا اینجوری بودش که یه درمان فرکشنیتدی بود، به هولوش 1 ماه طول می‌کشید. هر 22 ساعت برای بیمار اینزرشن انجام میشد که اینها ممکن بود به فاصله‌های 1 تا 3 هفتگی داشته باشه. یه باکس از جنس نقره یا طلا داشتن که داخل واژن قرار داده میشد. یه تیوب‌های پلاستیکی فلکسیبلی بود که جلوتر هم حالا عکسش نشون میدم. اینها در داخل رحم قرار داده میشد، مثل الان تندمایی که برای بیمار میذاریم، که اینها از میله های با اکتیویتی های مختلف پر میشد. مثلا 30 تا 90 میلی گرم برای رحم بود و 60 تا 80 میلی گرم برای واژینا. ام، که معمولا دوزی که حالا محاسب میکردن معادل 6500 تا 7100 میلی گرم رادیوم، که تقریبا همون معادل دوز رد یا سانتیگره‌ای که حالا ما الان داریم استفاده میکنیم، چون میدونید سالها ما از عنوان به اصطلاح برای دوز جذبی از رد استفاده میکردیم که حالا تبدیل شده به گری و سانتیگری. معمولا یه دوز لو دوزی داشتن، چیزی در حدود 110 رد در ساعت میشد یا 2500 میلی گرم پر آور در ساعت. دوز ریتی بود که برای بیماران در این موارد استفاده میشد. در سیستم پاریس که خود فرق داشت، گفتم به اصطلاح توسط آنتون لاکسن و خانم کلودین ریگو استفاده میشد. اینها معمولا از یه اپلیکیشن استفاده میکردن، یعنی کانتینیوس بود، یعنی مریض رو ممکن بود 5 روزم نگه دارن و درمان با یه دوز ریت پایین این اپلیکاتورها رو قرار میدن. همینجا نگاه میکنید دست اون آقای مثل حالت پایینش مثل فنریه، داخل واژن مثل همین اوویت ها که قرار داده میشد و اون از یک فلز از به اصطلاح با یه سورس رادیوم پر شده بود که حالا ممکن بود این اندازه هاش و اکتیویتیش با همدیگه متفاوت باشه و بعد از همون اپلیکاتورهای داخل رحم که با دیلاتاسیون ایجاد میشد داخل رحم قرار میدادن و با سورس های استوانه‌ای که حالا به ترتیب خاصی داشت بر اساس دونیمتری که انجام میدادن داخل رحم قرار میدادن. مثلا ملاحظه کنید تو اینجا نشون میده، تو این عکس سمت راست که ملاحظه میفرمایید که خب اون کلپوپلاستا یا همون چیزی که الان بیشتر تبدیل شده به اووئید در داخل واژن و اطراف فورنیکسا بود و این سورس های رادی اکتیو داخل رحم قرار داده میشد که حالا مثلا یه 30 میلی گرم اینجا بود، مثلا 2 تا 15 میلی گرم قسمت بالا، که حالا اینو میتونستن تنظیم کنن بر اساس دوزی که میخواستن برای بیمار تجویز کنن به چه صورت باشه. ممکن بود این تغییراتی توی نوع اکتیویتی و نوع چینش این سورس ها داشته باشن. قدیم تو کتاب پرز، اون زمانی که ما کتاب پرز و قسمت براکیتراپیش رو میخوندیم و همچنین کتاب خان چاپای مثلا سالهای 94 95 میلادی، اون چیزا بود، اینا رو قشنگ توضیح داده بودش که به چه صورت هست. خب به نظر میاد با تجربه اینکه الان سیستم ها کلا عوض شده، الان کمتر از این عکس ها میبینیم تو کتاب های رفرنسمون. خب این سیستم پاریس و استکهلم تقریبا بعد از مدتی کنار گذاشته شد، چون که اولا زمان درمان طولانی بود، برای بیمار راحت نبود. ببینید یه چیز فنری و اونجوری میذاشتن داخل واژن، واقعا ممکن بود بخواد اونم برای چند روز یا حتی چند بار در مثلا هفته این کار رو انجام بدن، واقعا آزاردهنده بود. و اینکه دوز پرسکرپشن خاصی هم نبود که کجا رو دارن چقدر دوز میدن و کجا داره چقدر دوز میگیره. بر اساس مثلا اینکه قطر سرویکس چقدر بود، فورنیکسا چه اندازه‌ای داشت،
عرض شد خدمتتون که طول تندم و طول کانال رحمی چقدر بود ممکنه دوزا متفاوت باشه، ولی اینکه کجاها چقدر دوز میگرفت، رکتوم و مثانه چه خبر بود، حقیقتا چیز خاصی اون موقع نداشت. به خاطر همین ابهامات و این مسائل اینها کنار گذاشتن. این روش منچستر اومد. تو منچستر که توسط آقای تاد و مردیت، خانم تاد و مردیت به اصطلاح اول معرفی شد در ابتدای به اصطلاح دهه چهارم دهه سوم قرن بیستم، که اومدن سعی کردن که اون چالش ها و اون نقایصی که توی اون سیستم های قبلی بود رو تا حدودی برطرف کنن. خب هم علم فیزیک بیشتر پیشرفت کرده بود، محاسبات یه مبنایی پیدا کرده بود، شناخت از دوزیمتری پرتوها بهتر شده بود که بیان یه سیستم دوزیمتری و سیستم تجویز دوز یک نواختی پیدا کنن که بدونن که چجوری باید دوز بدن. و خب اون موقع اینکه رادیوتراپی خارجی هم یه کمی پیشرفت بیشتری کرده بود، اینو تو محاسبات دوزشون می آوردن، یعنی اینکه اون مقدار بیمار درمان اکسترنال میگرفت، اون هم توی درمانشون استفاده میشد. دوستانی که خود قدیمی ترن اگه خاطرشون باشه، تو کتاب پرس شاید تا چاپ سوم یا چهارم قبلی، یعنی مثلا اواخر اوایل به اصطلاح 2000 تا 2010 هم شاید بود، که میگفتن اگه کانسر سرویس رو درمان میکنیم میامدیم یه فیلد بزرگ لگن میدادیم، بعد شیلد خط وسط انجام میدادیم، مثلا فرض بفرمایید 20 تا 30 گره به لگن میدادیم، شیت خط وسط انجام میدادیم، بعد میومدیم براکیتراپی میکردیم و بعد چون اونجا به نگران دوز رکتوم و مثانه بودن، و بعد میومدن از بقیه که بیشتر برای پارامتریا و غدد لنفاوی لگن بود، دوز مثلا تا 5000 تا میرسوندن، ولی این شیلد خط وسط رو برای اکسترنال نگه میداشتن. خب این هم یه مشکلاتی داشت به خاطر اینکه مچ کردن این شیلد خط وسط چجوری بود. الان دیگه این یه کار منسوخ شده است و کسی هم این کار رو انجام نمیده، چون الان دیگه شما میتونید نقطه به نقطه دوزی که حالا کامبینیشن این دوتا یا حتی تک میگیرن محاسبه کنی، و الان تقریبا همیشه اول مریض درمان اکسترنالش رو میگیره و بعد میره برای براکیتراپی، درصد که اون زمانا ممکن بعد از 2 هفته که مریض درمان اکسترنال میگرفت وسطش میمدن براکیتراپی میکردن، و واسه اینکه یه خود جیومتری تومور بهتر میشد که امکان کاش براش فراهم میشد. ولی امروزه دیگه الان این کار انجام نمیدن، چون این اوور دوز یا آندر دوز هایی که ممکن بود ایجاد بشه با گذاشتن این شیلدهای خط وسط، تقریبا این روش رو منسوخ کرد. خب اومدن برای اینکه بگن خب حالا یه دوزی که میدیم به کجا میخوایم دوز بدیم، اومدن یه نقاطی رو تعریف کردن که حالا جلوتر هم اشاره میکنم، هم آقای دکتر جابری قطعا بیشتر راجبش صحبت خواهند کرد. و گفتیم که ما این دوزها رو میخوایم به این نقاط برسونیم، و این نقاط قراردادی بودن. اینکه چقدر ارزش بالینی دارن یه خود جای بحث داشت. به خاطر همین حالا مدرن براکیتراپی که تو جلسات بعدی راجبش صحبت میکنیم، راجب کنسرهای سرویکس، به جای اینکه ما به نقطه بدیم که نمیدونیم این نقطه تو آدمای مختلف ممکنه فرق داشته باشه، ممکن تو آدمای مختلف فرق داشته باشه، تو این بیماری به اصطلاح سعی میکنن که از تکنیک‌های تیریدی استفاده کنن. خیلی تمرکزشون بر دوز ریت بود، تمرکزشون بر به اصطلاح اینکه این دوزها رو بر اساس یک تعریف خاصی بگن که چقدر دوز باشه، کجا باشه، و به جای اینکه از واحد رنتگن استفاده کنن، از میلی گرم پر آور که بعدها تبدیل شد به رد و سانتیگره استفاده کنن، و اینکه این تکنیک بتونه قابل تکرار باشه، که بتونن برای محاسبه کنن که این برای بیماران مختلف به چه دوزی اندازه‌گیری کنن که عوارضی جدی برای بیمار ایجاد نکنه و موربیدیتی ها رو بتونن به حداقل ممکن برسونن. خب خب نقطه
برای این کار نقطه A و B رو تعریف کردن که جلوش اشاره میکنم، که این خیلی مهم بود برای اینکه حساسیت نسبت به اپلیکاتورها افزایش پیدا بکنه، و بر اساس دوزی که میخوام بدم، بر اساس کلینیک بیمار و استیج بیمار و مرحله پیشرفت بیمار براش تعیین کردن و اینکه از چه اپلیکاتوری به چه صورت با چه طولی استفاده کنم که بتونم به یه دوز ریت مناسب برسن. براشون اهمیت داشت و اینکه این پوزیشن سورس‌های رادیوم رو چجوری قرار بدن که به اون دوز مناسب بخوان برسن و همچنین چینش این سورس های رادیواکتیو رو در اووید ها که به دوز ریت مشخص و چیزی که قبلا براش تعریف کرده بودن برسن. این چیزایی بودش که تاکید سیستم منچستر بود برای این موارد. خب اومدن گفتن که نقطه آ چیزی بود که حالا هممون شنیدیم، یه چیز قراردادی بود که به صورت این میشد که از محل اکسترنال اوس وقتی که اپلیکاتور میذاشتن یا همون به اصطلاح پیچ فلانش، همون چیزی که میاد بسته میشه زیر اون تندم که دقیقا محاذات اکسترنال اوس میشه، 2 سانتی متر بالا و 2 سانتی متر لترال رو به عنوان پرسکریب دوز اصلی در نظر گرفتن که اون حالا از نظر آناتومیک میشه اینجوری گفتش که میشه جایی که عروق رحمی از روی لیگامان پن یا لیگامان برود رد میشن. یه با خاطر اینکه از کنار اونم یورتر رد میشد، یه نقطه بود که بگن آقا دوز از اینجا نذاریم بیشتر بشه، چون میتونه باعث مثلا فیبروز بشه یا نکروز بشه یا آسیب به یورتر بشه و اینکه در این حال اون فضای پاراسلویکال هم انقدر هست که اونجا بخواد دوز مناسب بگیره. خب این یه نقطه قراردادی بود. قطعا تو مریض های مختلف بر اساس نوع استیجی که دارن، گسترش لترالی که دارن و حتی سایز بیمار ممکنه سرویکس متفاوت باشه و لذا این عدده میتونه توی آدم چاق قد بلند یا قد کوتاه و لاغر متفاوت باشه. بعد نقطه B رو براش تعریف کردن که تقریبا 3 سانت اون برتر از نقطه A بود که همون میشه 2 سانت بالا و 5 سانت از خط وسط به اون بر، بیشتر برای غدد لنفاوی ابتراتور که به عنوان یه شاخصی بود که دوز مناسب بعد میگیره و میدونیم جز اولین نواحی هستن که درناژ لنفاوی سرویکس به اونجا هست محاسبه میشد که یه چیزی در حدود 15 تا 20% دوزی که به نقطه آ میرسید با توجه به افت فاصله میرسه به اصطلاح با اون ناحیه غدد لنفاوی که حالا تو محاسباتشون برای اینکه اگه لازم بود مریض درگیری غدد لنفاوی داره مثلا بعدا بوست بدن یا کار دیگه انجام بدن، اینو در نظر میگرفتن. خب خب این تکنیک رو میگم تقریبا این تکنیک یک حالت متحول شده از تکنیک های قبلی استکهلم و پاریس بود. یعنی مخصوصا موقعیت چینش اون سوزنهای یا حالا سورس با سورس های رادیوم یا بعد سزیوم ببخشید چیز میکردن بر اساس اون بود، سعی میکردن که یه دوز ریت ثابتی رو در نظر بگیرن. معمولا دو بار کاش داشتن به فاصله که معمولا هر کدومشون ممکن بود تا 72 ساعت طول میکشه و با 7 تا 10 روز فاصله. و به خاطر این یه دوز تعریفی هم که برای نقطه آ بود دیگه حداقل 8000 رد یا همون 80 گری برای نقطه آ تعریف شد
که یه دوزی قابل قبوله برای اکثر بیماران که کنسر سرویکس دارن. حالا بعدها اومدن گفتن که برای کنسرهای مثلا با استیج 3 درگیری‌های لترال، اگر ما بتونیم دوز مثانه و رکتوم رو پاس کنیم، اگه بتونیم دوز بیشتری هم بدیم، برای ما قابل قبوله. یعنی میتونیم با تا دوز 9000 سانتیگراد یا حتی 95 گرید میتونیم بدیم، به شرط که البته در محاسبات دوزیمتریمون دوز مثانه و رکتوم پاس بشه. و با خاطر همین مزایایی که سیستم منچستر شد، هنوز که هنوزه، الان تقریبا در اکثر مراکز دنیا، حالا اونایی که حتی تودی و دو بعدی کار میکنن و حتی محاسبات برای سه بعدی هم تقریبا از همون دوزا دارن استفاده میکنن و سیستم رایج در اکثر مراکز دنیا هستش. خب این ملاحظه میفرمایید. عذر میخوام. این همون اپلیکاتوره که داخل حالت با اجنس لاستیک بود و بعد از که دیلاتاسیون انجام میشد در داخل دهانه رحم و داخل رحم قرار داده میشد. این اون کلپوپلاست ها هستن که با سزیوم یا رادیوم پر میشدن و همونجور که میبینید ممکن بود بر اساس طولی که تو کانال رحمی داشت اون اکتیویته یا حتی طول اون سوزن‌های یا اون سورس‌های و استوانه‌ای که رادیوم یا سزیوم داشتن استفاده می‌کردن برای این. باز اینجا همون تعریف نقطه A رو می‌بینیم، 2 سانت بالا، 2 سانت به سمت لترال از اکسترنال اوس یا همون پیچ فالنج. عرض شود که و 3 سانت اونورترش میشه نقطه B که نقطه B برای تعریف حالا دیوار لترال لگن و یا لمف نودهای اوبتراتور استفاده میشد. و این قسمت پایین می‌بینید مثلا این تیوب‌های سزیوم هست یا حتی برای رادیوم هست، چون یواش یواش به خاطر اینکه رادیوم گاز سمی رادون داشت و حتما نگهداریش خیلی سخت بود، آروم آروم از درمان براکیتراپی از دهه 30 و 40 میلادی دیگه کنار رفت و به جای سوزن‌های سزیوم یا سورس های سزیوم اومد، به خاطر اینکه اینها مشکل نگهداری کمتر از جهت اون عوارض و مشکلات به اصطلاح حفاظت اشعه کمتری داشتن و در عین حال دوز ریت تقریبا معادل رادیوم داشتن. خب حالا یه جداولی داشتن که همینجا ملاحظه می‌فرمایید که حالا مثلا بر اساس اینکه سایز این کلپوپلاستا یا همون اوویدا چجوری بود و اینکه عرض شود که بزرگ باشه کوچیک باشه، عرض شود طول این تندم چجوری باشه، اینا یه جداولی داشتن و می اومدن از اینا بر اساس اینا استفاده میکردن که چجوری اینا رو لود بکنن. و البته این هم بگم که همه این لودا با دست بود وقتی که کار انجام میشد، تا اینکه بعدا به خاطر مشکلات که برای استفی که با این سورس ها کار میکردن و حالا همون امکانات شیلدینگی که میخواستن برای این سورس ها داشته باشن و حفاظت در برابر اشعه، اون سیستم های افتر لودینگ ایجاد شد که حالا جلوتر بهش اشاره خواهیم کرد. خب این سیستم منچستر، حالا گفتیم که این سیستم مزایایی داشت، اینه که خیلی روش کار شده بود، بعد تونسته بودن بر اساس اون دوزا هم احتمال موربیدیتی و در این حال کنترل ریت رو چیز کنن، پیش بینی کنن. کاست افکتیو بود به خاطر اینکه شما از اپلیکاتورهای استفاده می‌کردی که می‌تونی برای همه استفاده کنی به جای اینکه ایندیویدوالایز باشه. اگر احیانا این سیستم یه موقعیت آناتومیکی یکسانی به اینا میداد، اما یه مشکلاتی هم ممکن بود و یک ایراداتی داشت، اینه که اگر اینها جابجا میشد حین درمان و ژئومتری به هم میخورد، ممکن بود که یک نواحی کولد یا هات ایجاد بشه که احتمال اود لوکال یا عوارض رو در اون بیماران بیشتر بکنه. و همونجور که گفتم این سیستم ها همه پرلود بود، دستی بود و این درمان میتونست برای دیگران، برای خود اون استفی که این کار رو انجام میدن
خطرناک باشه، لذا این سیستم‌های افتر لودینگ به اصطلاح اختراع شد که یه اپلیکاتورهای یونیک و یونیورسال ایجاد کردن. مثلا این سیستم فلچر هست که همون تقریبا اومدن به جای اون کلوپلاستا از اووید استفاده کردن که همه اینا میان و وصل میشن به اون سورس رادیواکتیو که ممکنه طول این و زاویه این تندم در افراد مختلف متفاوت باشه و بر اساس سایز فورنیکس ها و اینکه مریض مثلا یه بار زایمان کرده و چندین بار زایمان کرده باشه، خب این احتیاج به اینکه کلوپلاست ها و اون اووید ها چه اندازه‌ای باشه متفاوت بود و اومدن اینها رو یونیورسالش کردن و استفاده کردن. حضور از شما این سیستم منچستر هست که حالا فقط یه خود شکل اوویدش فرق داره و الا همون سیستم، فرق چندانی با هم ندارن، با همون سایز تقریبا. یا سیستم استکهلم به صورت رینگ هست که یه مزایایی داره نسبت به سیستم منچستر یا همون تندم اووید که خب حالا اینا الان خیلیشون ام آر یا سی تی کامپتیبل هستن و شما میتونید در این از این مدرن براکیتراپی استفاده از دوزیمتری های سه بعدی ازشون استفاده بکنید. خب بعضی جاها مثلا از ایندیویدوال مود استفاده میکنن. من خودم یادم هست که من این به خصوص فرانسوی ها خیلی به این از این قضیه علاقه دارم و اون پایینی‌روشون هم توی مرکز گوستاو روسی هستش که اینها یادم هست مریض میومد اونجا براش عین خمیر دندون پزشکی قاطی میکردن، بعد داخل واژن تزریق میکردن و اون شکل باقی مانده تومور سرویکس رو به خودش میگرفت و میومدن به جای اینکه مثلا خب یه دونه از بس بعد میومد اینجا قالب گیری میشد براش، بعد حتی شکلش رو روی اون ناحیه مولدی که برای بیمار درست میکردن مشخص میکردن و خب از وسط اون خالی میکردن که بتونن یه تندم رد بکنن و در کنار اون توی اون ناحیه‌ای که تو واژن قرار میگرفت، به جای اینکه مثلا ما اینجا فقط 2 تا اووید داریم، اونا ممکن بود از 3 تا لوله یا 3 تا اپلیکاتور معمولا با پلاستیکی بود استفاده میکردن. بر اساس اینکه تومور کجا هست چینش اینا رو یه جوری تنظیم میکردن که دوز بهتری به اون ناحیه باقی مانده تومور برسه و عوارض کمتری. خب ایندیویدوال بود و خب البته وقتگیر بود. بعد یه روز مریض میومد براش مول رو درست میکردن، بعد میرفت برای یه نفر میشست اونجا براش قالب گیری میکرد، تراش میداد، آماده میکرد و بعد وقتی آماده میشد میدادن برای بیمار، حالا دوباره بیهوشش میکردن و یا براش این اپلیکاتور رو کار میذاشتن و بعد گاهی اوقات لازم میشد که حتی سوچورش هم بکنن که جابجا نشه. همونجور که ملاحظه میفرمایید مثلا این برای مریضای مختلفه، گاهی اوقات مثلا 2 تا یا 3 تا از این به اصطلاح به جای مثلا اوویدا 2 تا از 3 تا لوله یا 3 تا منشئی که بخوان سورس رو واردش کنن استفاده میشد. خب اپلیکاتورهای دیگه یواش یواش مثلا برای تندم سیلن، برای اونایی که مثلا شما درگیری‌های واژن دارن و بخواید واژن هم درمان کنید، چون با رینگ یا با تندم اوید حداکثر 2 سانت واژن میشه درمان کرد و ما معمولا نمیتونیم دوز بیشتری به نواحی دیستال واژن برسونیم. برای استجای سی آ که درگیری واژن دارن و قسمت‌های پایین واژن اومدن، خب این روش مناسبی نیست و خب اینا از تندم سیلند استفاده می‌کردن. حالا برای بعضی جاها که مشکلات بیهوشی داشتن و می‌خواستن مریض رو بی‌از کنن، همونجور که ملاحظه می‌کنید تو شکل پایین سمت چپ یه اسلیوایی درست می‌کردن که اینو در روز اولی که مریض میرفت برای جلسه اول برای دیلاتاسیون انجام میدادن تو اتاق عمل‌پذیر بیهوشی، برای بیمار اینو میذاشتن و بخیه میکردن به سرویس و دیگه لازم نبود در جلسات بعدی. بیشترین کاری که برای بیمار دردآور همین دیلاتاسیون هستش دیگه، که واجب میکنه که ما مریض رو بریم تو از شرایط آنستزی این کار رو براش انجام بدیم و هم میومدن دقیقا از داخل اون این
تندم رو رد میکردن و بیمار مشکلات مربوط به اینکه حتما لازم بشه در اتاق عمل انجام بشه نداشت. ولی کلا خیلی استقبال چندانی هم ازش نشد، بیشتر برای جایی میخوره که مشکلات برای اتاق عمل و هماهنگی اتاق عمل و یا فاصله اتاق عمل تا اتاق درمان زیاد و اینها، شاید این روش استفاده از اسلیو ها بتونه کمک کننده باشه. بعدا درمان‌های اینترستیشیال با به اصطلاح اپلیکاتورهای متفاوت ایجاد شد. مثلا همون رینگی که مال استکهلم بود یه جوری طراحی کردن که بتونن از توش سوزن رد کنن برای اونایی که اکستنشن تومور علیرغم براکیتراپی به سمت لترال زیاده و شما نمیتونی با اپلیکاتورهای کانونشنال پوشش بدی، از این استفاده بکنن. از اپلیکاتورها و تمپلیت های مخصوص اینتراپرینال، حالا سیک هست، از شاید که مارتینز هست، اینا هست که حالا تو جلسه بعدی انشالله که راجع مدرن براکیتراپی صحبت میشه و اینکه چه وقت باید از این سیستم ها استفاده کنیم به نسبت اینکه از همین اپلیکاتورهای معمولی استفاده بکنیم، بیشتر راجع بهش صحبت خواهد شد. خب موقعی که میخوایم کار کنیم چند تا لازم بود به چند نکته توجه بشه. اولا اینکه از بزرگترین اووایدی که میشه استفاده بشه، جوری نباشه که اون اوواید خیلی تنگ باشه، یعنی خیلی کوچیک باشه و به خصوص تو خانمایی که زایمانای متعدد داشتن معمولا واژن خیلی گشاده و خیلی هم واژن فلکسیبله. این که خیلی کمک میکرد که چون اینا اگر تنگ بگیرین یا به اصطلاح کوچیک بگیرین این و بخواین دوز برسونین، این ممکنه دوز مخاط خیلی بالا بره و عارضه پیدا بکنه. از تو بزرگترین و طولانی ترین یا درازترین تندومی که میشه سعی کنیم استفاده کنیم، ولی بیشتر از 6 سانتی متر معمولا فایده نداشت و استفاده نمیکنن که بتونیم فالاف دوز خوبی داشته باشه. دوزایی که براش تعریف شد، حالا آقای دکتر جابری بیشتر صحبت میکنن. دوز مثلا 8000 وات برای نقطه آ، دیواره رحم حتی تا 30,000 هم میره و سرویکس همینجور، واژینال موکوزا بین 10 تا 14,000 براش مطرح میکنن. این سکتور رکتوواژینا مهمه که باید بهش توجه داشته باشه، که از چیزایی که بهش توجه نشه ممکن واسه فیستول بشه. و بلدر و رکتوم هم یه دوزای تعریفی براش ایجاد کردن. عذر میخوام. خب معمولا اینه که مریض رو بعد ببرن در وضعیت لیتوتومی تو اتاق عمل. حالا استفاده از اسپاکولوم بعد از اینکه پرپودرپ برای بیمار انجام شد، عذر میخوام، برای بیمار اسپاکولوم میذارن و اسپاکولوما دیلاتاسیون انجام میدن دیوار رحم و تندم رو میزنن و بعد اووید حالا یا رینگ یا هر چیز دیگه ای که دارن انجام میدن و بعد پشت اینا رو با یه گاز بتادینه که خود ژل هم داره پک میکنن که فاصله اوویدها از رکتوم و دیواره خلفی واژن زیاد بشه، دوز اون نوایی بالا نره. حضور شما عرض بشه که حالا اینا رو آقای دکتر صحبت میکنن. این نقاطی هستش که معمولا گزارش میشه. این ابزارهایی هستی که ما معمولا برای این استفاده میکنیم. بعد از اینکه اپلیکاتور رو قرار داده شد، معمولا حالا با یه پارچه ای چیزی فیکسش میکنن. همینجا ملاحظه فرمایید پک حالا قدامی و خلفی واژن انجام میشه به دو دلیل. یکی اینکه گفتم برای فاصله انداختن، دوم برای فیکس کردن که جابجا نشه و بعد با تنابهایی یا ابزارهایی اینها به ناحیه کمر مریض بسته میشه که تو مدت جابجایی انجام‌های ایمیجینگ و هر شاید که اون مدتی که بیمار حالا تو تخت درمان هست و در حال درمان هست، این جابجایی اپلیکاتورها صورت نگیره. خب معمولا مریض، اگر ما اینجا بیشتر صحبت درمان‌های دو بعدی می‌کنیم، 2 تا عکس AP و لترال گرفته میشد و این امروزه از CTC و CT اسکن با تزریق یا MRI استفاده میشه که اون یک ایدال به اصطلاح یک
کاشت یا اپلیکیشن ایدئال این هم بودش که اوویدها کاملا فورنیکس مریض رو پر بکنن، که بخاطر همین سعی میکنیم از بزرگترین سایز اووید استفاده کنیم. این فاصله بین اوویدها بین نیم تا 1 سانتی از اون پیچ فلانژ باشه، یعنی که در موقعیت خوبی قرار گرفتن این اوویدها و در این حال تندم قرار گرفته، چون باعث میشد که پایینتر نیاد، چون اگه این پیچ فلنج پایین اوویدها باشه احتمال جابجایی تندم و خارج شدنش زیاده. بهتر این که این تندم دقیقا با مریض در دقیقا خط وسط باشه و در شرایط زاویه صفر قرار بگیره، چون البته گاهی اوقات نمیشه، مثلا اگه بیمار رحمش به سمت چپ یا به سمت راست رفته باشه خیلی سخته که بخوای این کار انجام بدی. و بهتره که این فاصله بین یعنی این فاصله که تندیم ها هستش باعث فاصله انداختن مناسبی بین اووید ها شده باشه. خب حالا قسمت آخر بحث من راجع به دوز ریت ها هستش که میدونید اون اوایل که گفتم صحبت شد، چون اکتیویتی رادیوم و سزیوم جوری بود، اینها از لو دوز ریت استفاده میشد، یعنی حد اکثر دوز بین 40 سانتیگره یا تا 200 سانتیگره در ساعت. حالا اگر ما سورس های سزیوم با اکتیویتی بالاتر یا چینش سورس ها رو جوری انجام میدادیم که اینها تا دوز 12 گره یا 120 1200 سانتیگراد در ساعت باشه، میشد مدیوم دوز ریت، و های دوز ریت برای دوزهای بالای 12 گره بود. من یه دقیقه برگردم راجع به پی دی آر هم بگم. خب پی دی آر الان به خاطر اینکه خیلی اقتصادی نیست استفاده نمیشد، یا شما از همون دوزهای با اکتیویتی های بالا، منتها به جای اینکه بیمار یک بار به طور مداوم این دوز تو بدنش باشه، یعنی توی جلسه درمانی میومدن این تقسیمش میکردن به دوزهای منقسم که مثلا 2 تا 2 گره پر فرکشن استفاده میکردن، ولی با فاصله های 1 تا 2 ساعته. مثلا مریض میامد میخوابید، فرض میفرمایید که 24 ساعت یا 12 ساعت، حالا بستگی داره به فرمی که اون مرکز درمان میکرد بیمار و شرایط لوجستیکشون. بیمار میامد و مثلا 10 تا دوز 2 گره میگرفت به فاصله 1 ساعت. این خب این 2 گره رو با اکتیویتی بالا و با دوز ریت بالا به مریض میدادن، چون به پالس دوز ریت میشد، از مزایای عوارض کمتر لو دوز ریت استفاده میکردن. و این یه نکته دیگه هم داشت، به اون به خاطر اینکه شما به صورت پالس دوز ریت به مریض میدی، امکان سابلتال دمیجی که برای بافت سالمت هست بهتر ترمیم میشه، در این حالی فرصت هم نمیده به تومورت، سلولای تومورالت که بتونن خودشون رو ترمیم کنن. خب لو دوز ریت خب چیزی بود که سالها روش کار شده بود، یعنی یه سابقه یه چیزی در حدود 60-70 ساله داره. همونجوری که گفتم از رادیو بیولوژیکی لتال تومور دمیج رو ایجاد میکنه، در این حال ساب لتال دمیج نورمال تیشو رو باعث میشه که ترمیم بافتی برش بهتر بشه. خب معمولا 1 فرکشن یا حد اکثر 2 فرکشن موربیدیتی کمتری داره و نتایج طولانی مدتش هم توی این سال انجام شده خیلی خوبه. ولی خب اون حتما مریض احتیاج به بستری داره. خب اون اوایل که استفاده میشد، مخصوصا وقتی که هنوز افتر لودینگ ها درست نشده بود، این استاف ممکن بود اشعه بگیرن. خب مریض باید طولانی بستری میشد، احتیاج به مثلا آنالژزیک و حتی آنتیکواگولانت داشت. من خودم یادم هست که در دوره رزیدنتی ما در بیمارستان امام حسین یه مریضی داشتیم که خب بعد از مدت‌ها که دستگاه قدیمی داشتیم و دستگاه جدید اومده بود برای ما، مثلا سال این که میگم سال 78
79 یه مریضی رو ما خوابوندیم، به محض اینکه درمانش تموم شد مرخصش کردیم، مریض آمبولی کرد و فوت کرد. و خب این چیزایی بودش که نگرانیایی بودش که ممکن بود برای بیمار ایجاد بشه و خب برای مریضم خیلی خسته کننده بود که بخواد این هم مدت روی تخت باشه و اذیت بشه. و مریضایی که خب ایدن احتیاج مراقبت‌های ویژه دارن، مرتب مثلا باید کنترل بشن از بعضی علائم حیاتی و افراد مسن، خب براشون خیلی سخت بود. احتمالی که حالا شما کاشت خوبی توی جلسه نداشتی بعد بتونی با کاشت بعدی جبرانش کنی خب نبود، به خاطر همین ایندیویدوالیزم و اصلا اپتیمیزیشن توش کمتر بود. و اینکه به هر حال اگه جیومتری خوبی نداشتی یعنی رادیوتراپی دیگه بعدا نمیتونستی کارش براش انجام بدی. بعد خواهید عذرت اومد، خواهید عذرت از وقتی اومد دفعه پیش گفتیم که با این سورس های رادیو اکتیو ساختنی یا آرتیفیشیال که تونستن اکتیویتی های بالا ازش بگیرن مثل کوبالت و مثل ایریدیوم، این امکان فراهم شد که بتونن برای بیماران از درمان‌های های دوز ریگ استفاده کنن. اینا درمانش خیلی کوتاه‌تر بود، احتیاجی نداشت که مریض هاسپیتالایز بشه و آوت پیشنت بود، به خاطر همین برای بیمار و برای پرسنل راحت‌تر بود. احتمال جابجایی اپلیکاتورها خب چون زمان درمان کمتر بود کمتر میشد، چون شما یه دستگاه داشتی و میتونستی تعداد مریض زیادتری روش درمان انجام بدی خب اقتصادی تر بود و منطقی تر بود. و چون معمولا این سورس هایی بودن که باریکتر بودن نسبت به سورس های لو دوز ریت، برای هم پزشک کاشت داخل رحم و هم به اصطلاح به هم برای مریض که کمتر درد بکشه براشون فراهم تر بود. الان خیلی حتی بعضی مراکز با یه سدیشن یا آنستزی لوکال نایه پاراسلویکال هم میشه این کارا رو انجام داد. اما خب هنوز یه خود این سابلتال دمیجی که راجبش گفتیم که این فرصت به بافت بده که بتونه خودش رو ترمیم بکنه، این مشکل بود که البته بعدها با شناخت بهتری که از رادیولوژی و انتخاب دوزهای مناسب شد این نگرانی کمتر شد. خب باید چند بار به اصطلاح این درمان رو انجام بدی، خب این مستلزم داشتن یک ستینگ خیلی خوبه و این مینتننس سورس ها، شما یه سورس سزیوم یا سورس رادیوم داشته باشی تا ابد میتونی ازش استفاده کنی تا وقتی که اون دستگاه خراب نشه. نه سورس ها مشکل ایجاد نمیکنه، ولی سورس های کوبالت یا سورس های ایریدیوم مخصوصا که 4 تا 6 ماه بعد عوض بشن یا کوبالت ها که مثلا بین 4 تا 5 سال یه بار عوض بشن، این هم مشکلاتی است که توی های دوز ریت ها وجود داره. خب معمولا اگر ما بخوایم یه درمان کانسر سرویکس انجام بدیم 40 تا 50 گره به لگن میدیم و حالا بر اساس استیج بیماری اگه لو دوز ریت بخوایم استفاده کنیم 25 گره برای استیج 1، 30 تا 35 گره استیج 2، اینو منظورم به نقطه آس، و 35 تا 40 گره برای به اصطلاح نقطه آ برای اونایی که استیج بالاتر و درگیری های دیواره لگن دارن استفاده میشه. اگر از تکنیک MDR استفاده میکنیم که خب الان دیگه قبلا داشتیم تو مملکتمون ولی الان خب دیگه با تقریبا کنار رفته، باید 15 تا 20% این دوز توتال رو که برای براکیتراپی با دوز الیار برای بیماران محاسبه میکردیم کمتر میکردیم. یعنی مثلا اگه مریضی میخواستیم 45 گره بهش دادیم و میخوایم 40 گره دیگه هم با استیج 3 بدیم، بعد یه 20% ازش کم میکردیم، یه چیزی در حدود مثلا 30 تا 32 گره به بیمار با MDR میدادیم که معمولا تو 2 جلسه یا حتی 3 جلسه برای بیمار این کار انجام میشد. خب تو PDR که گفتم که توتال دوز مهم بود که تقریبا دوزش هم معادل دوز LDR بود. اینکه این دوز رو میخوایم تو چه زمانی بدین و هر پالسی که میخوایم بدین چه دوزی بدین و دوز ریتش توی هر پالس چقدر باشه، اینو بستگی به اکتیویتی سورستون داشت، چون میتونست مثلا چه میدونم بالاخره اکتیویتی ها میان پایین فرق بکنه. و اینکه فاصله این پالس ها با هم چقدر باشه
اینها چیز بود. میگم مزیت مهم PDR این بودش که از اون شما دوز های دوز رو به تومور میدادی، فرصت سابلت های دمیج ازش میگرفتی، در این حال به بافت سالم این فرصت رو میدادی که بتونه خودش رو توی این فاصله پالس ها ترمیم کنه. حالا این اسلاید آخر منه که بگیم آیا علیرغم همه پیشرفت هایی که در رادیوتراپی اخیرا انجام شده و ما میبینیم که هر دفعه ما میکنیم، خوشبختانه رشته ما چون وابسته به تکنولوژی هست و توش تکنولوژی خیلی کار میکنه، خوشبختانه سرمایه‌گذاری خوبی هم داره توش میشه و این باعث میشه که پیشرفت بکنه. ولی حالا میخوایم ببینیم که آیا تکنیک های جدید مثل SBRT یا IMRT تونستن جای براکیتراپی رو بگیرن، به جای اینکه ما مریض کار اینویزیو براش انجام بدیم، خب یه کار نان اینویزیو انجام بدیم. چرا بیایم مریض رو اذیتش کنیم، اتاقا رو بریم خودمون اذیت بشیم؟ خیلی لوجستیک کار خب بالاخره سختی‌های خاص خودشو داره. چرا این کار؟ آیا واقعا SBRT رو میتونیم جایگزین براکیتراپی بکنیم؟ اگه بخوام یه جواب کوتاه بدم، نه. واقعا ثابت شده است و معلومه که مزایای براکیتراپی اینتراکویتری در درمان کوراتیو کنسر سرویکس نتونسته توسط SPRT جایگزین بشه و هنوز که هنوزه اینتراکویتری براکیتراپی استاندارد آف کیر هست در این بیماران. چرا؟ علتش این هستش که شما مهمترین چیزاش این هستش که ادوانتیج دوزیمتری داری به دلیل فالاف شدید دوز که معمولا توی، حالا سعی میکنن تو SPRT این کارو بکنن، ولی هیچ وقت این فالاف دوز مثل براکیتراپی نیست و شما میتونید تجمع زیاد دوز رو در ناحیه اصل تومور که ناحیه سرویکست هست داشته باشی، یعنی تا 200%، درصد که تو SPRT معمولا نمیشه به همچین، حد اکثر 20%، 30%، حد اکثر خودشون میکشن 40%. ممکنه شما تو مرکز تومور افزایش دو مثلا 140% داشته باشی، درصد که ما تو براکیتراپی یه منطقه داریم که واقعا 200 تا، یه منطقه بزرگتر داریم 150 تا و خب ما میدونیم که مراکز تومور که دقیقا این تنده ما توش قرار گرفته نمایی مقاومتری به اشعه هستن، چون تومور اونجا فعالتره، هایپوکسیکه و شما وقتی که شما از درمان براکیتراپی میکنید مقاومتش خب قاعدتا بهتر میشکنه این مقاومت به اشعه را نسبت به درمان های اکسترنال. خب یه چیزی هم که هستش که ما گفتیم دفعه پیش، در براکیتراپی CTV مساویس با PTV، یعنی ما PTV نداریم. به خاطر همین هر جابجایی که بخواد صورت بگیره معمولا این اپلیکاتورها هم باش جابجا میشن و خیلی کمتره و نگرانی ما از این بابت کمتره و به خاطر همین جیومتری بهتری داریم و ارگان موشن نداریم. بعد در این حال اویدنس بیس، یعنی ما این همه حدود 80-90 سال شاید هم بیشتر این به اصطلاح با بخصوص با از وقتی که سیستم منچستر اومد نشون داده که چقدر میتونه در کنترل لوکال مریض داشته باشه و اگه مریضی براکیتراپی ازش حذف کنن واقعا نمیشه درمان کوراتیو براش انجام داد و این مریضا معمولا احتمال عود لوکالشون در ناحیه لگن زیاده. و حالا چه موقعی میشه از این SBRT به جای براکیتراپی استفاده کرد؟ فقط در مواردی که بیمار نمیتونه مثلا براش براکیتراپی انجام بدیم، مشکل بیهوشی داره، ارشاد که ترس از مثلا داره که بخواد کارهای بیهوشی براش انجام بشه یا عوارض بیهوشی خیلی براش میتونه جدی باشه یا امکان کاشت براش وجود نداره، مثلا سرویک بسته است، قبلا جراحی شده، استنوز واژن خیلی شدید داره، یا اگه بخوایم درمان پلیاتیو برای مثلا متاستاتیک انجام بدیم یا درمانهای بوسته به ناحیه نودال که نه حتی برای پرایمری تومور، SPRT میتونه جایگزین قابل قبول باشه. حتی اگر که به اصطلاح چون ما مقالاتی داریم که نوشته اینا از نظر دوزیمتری خیلی فرق نمیکنن، ولی دوزیمتری خیلی فرق داره تا وقتی که شما مریض درمان میکنی. اون چیزی که سابقه خیلی زیاد داره و اویدنس بر اساس اون بنا میشه این نتایج کلینیکاله که نتایج کلینیکال
درمان براکیتراپی همراه با اکسترنال رادیوتراپی بهترین کنترل لوکال به بیمار میده و میتونه که در این بیماران یک اقدام کوراتیو باشه و خیلی از بیماران دیدیم تو تجربه خودمونم که با این درمان کاملا کیور میشن و با عوارض حداقلی ممکن. خب من صحبتام راستش رو بخواید تموم شد. ببخشید من یه خود صدام گرفته بود و وسطش مجبور شدم یه کمی توپق بزنم. امیدوارم که برای شما مورد توجه قرار گرفته باشه. اگر سوالی چیزی هست توی این پیام ها بزنید و اگه لازم شد من در آخر سوالی باشه در خدمتون خواهم بود. من میکروفون رو و پرزنتیشن رو میدم به آقای دکتر جابری. در خدمت ایشون هستیم. سلام عرض میکنم. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر عقیلی بابت پرزنتیشن خیلی خوبتون و نشون دادن جنبه‌هایی از صحبت رو که در واقع جنبه‌هایی از فعالیت رو که باید همیشه مد نظر داشته باشیم. جناب کسایی اجازه میفرمایید این سوال شما رو مؤخرتر جواب بدیم، چون که این یه بحث یه مقداری کشاف هست، باید یه مقداری بیشتر راجع بهش صحبت کنیم. عرض کنم خدمتتون که موردی رو که من الان شروع خواهم کرد در واقع آقای دکتر عقیلی کار رو رسوندن به ابتدای ICRU 38، یعنی زمانی که ICRU 38 1985 نوشته میشه. چه زمانی است؟ زمانی است که از نوشتن اصول روش منچستر که آقای دکتر توضیح دادن بر اساس ورود شایع‌ترین محل ورود شریان رحمی و اورترا که شریان رحمی داخل رحم و عبور اورترا سانتیمتر بالا و لحظال یا شده بود، روی حدود 3000 کاداور اندازه گیری شده بود در زمان که همون تاد و مردیت رو این قضیه کار میکردن و این نقطه رو در واقع به عنوان یه نقطه مطرح کرده بودن. خب دانش بشری به جایی رسیده بود که یه مقداری کامپیوترها وارد شده بودن و ما چیزهایی رو میدیدیم که قبلا در واقع نمیتوانستیم ببینیم. اومدیم ما در واقع ICRU 38 در 1985 نوشته میشه. ICRU 38 به چی اشاره میکنه؟ اولا میگه که خیلی به نقطه A و B اهمیت ندید، هر چند ریپورتش کنید. یه نکته بهتون بگم، در امبریس هم گفته میشه نقطه A رو، حالا نقطه B دیگه تقریبا کنار گذاشته شد، ولی نقطه A رو حتما شما گزارش بکنید. دلیلش هم آقای دکتر عقیلی توی بحث آخرشون صحبت جالبی کردن، اونم اینه که بالای 100 سال تجربه بشری در خصوص نقطه A الان وجود داره. همون 30 گری به نقطه A بعد از 50 گری اکسترنال و به ازای اون 2/3 دوز رکتوم و 80% دوز به مثانه، اینا تجربیاتی نبود که راحت بشه کنار گذاشت. بعد اومدن گفتن حالا ما بیایم تارگت رو تعریف بکنیم، در واقع بیایم از منحنی‌های آیزودوز استفاده بکنیم، منحنی‌های آیزودوز رو رسم کنیم و به اصطلاح بر اساس توزیع دوز برای بیمار تصمیم بگیریم. یه ریفرنسی هم به عنوان منحنی 60 گری تعریف کردن و اون رو سعی کردن که به ازای اون کار رو جلو ببرن. اول اینکه گفتن بیایم ببینیم تکنیکمون چیه، یعنی تندوم رو بگیم، اووید رو بگیم، سایزش رو بگیم، چند سانت داخل رحم رفتیم، از چه سایز اوویدی استفاده کردیم، اینا همه ریپورت بشه. توتال ریفرنس ایر کرما ریپورت بشود، چیزی که الان هم شما اگه یک مقاله براکیتراپی بنویسید و به هر ژورنال معتبری بفرستید، اگر گزارش توتال ریفرنس ایر کرما را نداشته باشید، یعنی نگید برای بیمارانتون نه چه دوزی چه توتال ریفرنس ایر کرمایی تعریف شده، مقالتون ریجکت میشه و جزء مواردی هستش که حتما باید ریپورت بشود. خب ریفرنس والیوم رو برای 60 گری تعریف بکنیم، اینکه ما منحنی 60 گریمون در واقع چه ابعادی دارد، مجموع دی توتال EBRT و DBT رو، دوز براکی رو ما میتونستیم داشته باشیم. به این نکته دقت بفرمایید، در اون زمان این جمع جبری بود،
یعنی می اومدن 2 تا عدد رو با هم جمع جبری میکردن و بحث EQD2 و آهنگ دوز و اینها اصلا تعریف شده نبود. اون شکل گلابی که شما احتمالاً همتون باش آشنایی دارید در واقع تعریف میشد و ابعاد اون گلابی باید گزارش داده میشد. بعد ابزورب دوز رو ما در بلدر و رکتوم باید میگفتیم. زوزنه فلچر، زوزنه لیمفاتیک که براتون عکس ازش دارم نشون خواهم داد باید تعریف میشد و پلویک وال ریفرنس پوینت رو هم باید ما تعریف میکردیم. خب اگر ما از یک سیستم سی تی اسکن مثلا استفاده می‌کردیم و منحنی آیزودوز رو در اکسترنال اینجا می‌بینید به اصطلاح داشتیم، در این ناحیه هم این پیر شیپ ما اضافه می‌شد، دوز این ناحیه رو جمع می‌کردن و در نهایت ابعاد منحنی 60 گری رو به عنوان ریفرنس تعریف می‌کردن. ما یه چیزی شبیه به اینو موقعی که کار براکی رو قریب 20 و چند سال پیش 25 سال پیش در بیمارستان امام در انیستو کنسر شروع کردیم، ما داشتیم به اتفاق آقای دکتر عقیلی می اومدیم منحنی های آیزودوزمون رو به بزرگی فیلممون در واقع پرینت می گرفتیم، مینداختیم روی فیلم و منحنی 50% رو میکشیدیم. 50% سی گری که ما میدادیم که میشد 15 گری، هرچی خارج این بود اگر لیمف نود مبتلا داشتیم 2 تا مثلا یا یه دونه حالا بر حسب درگیری در 2 طرف فیلم قرار میدادیم. این آپشن ها بعد از ICRU 38 در واقع تعریف شد. نکته بعدی ICRU 38 همونجور که خدمتتون عرض کردم بحث منحنی 60 گری بود. سطح ابزورب دوز 60 گری تعریف میشد به عنوان لولی از LDR تراپی که در واقع ما باید انجام میدادیم. موقعی که اینتراکاویتری براکیتراپی رو با EBRT جمع میکردیم، دوز لول رو در واقع توی حدود مختلف تعریف میکردیم و منحنی 60 گری رو به اصطلاح بهش میرسیدیم. در نهایت کریتیکال دایمنشن ارتفاع، پهنا و ضخامت به اصطلاح این منحنی باید ریپورت میشد. خب اینجا ملاحظه میفرمایید شما یه منحنی 60 گری رسم شده است که دقت بفرمایید به این محور وای که بسیار مهم بود. دوستانی که در قدیم الایام با ما کار میکردن میدونن که چه حساسیتی در رابطه با تعریف محور وای و اینکه توی لترال چطوری این محور وای رو تعریف بکنیم داشتیم. حالا من خیلی وارد این بحثا نمیشم چون دیگه واقعا زمانش گذشته. و منحنی 60 گری رو ملاحظه میفرمایید و این هم در واقع منحنی همون 80 گری بود که خدمتتون عرض کردم. اینها مواردی بود که برای سیستم باید تعریف میشد و گزارش میشد. خب برای اولین بار به دوز کانسترین ها رسیدیم، یعنی جایی که ما میتوانستیم یه نقطه رو به عنوان نقطه دوز کانسترین تعریف بکنیم. برای بلدر 7 سی سی داخل بالون ماده حاجب تزریق میکردیم، در نمای لترال این دایره رو به اصطلاح مرکزش رو پیدا میکردیم، نزدیکترین فاصله از کاشتمون رو به عنوان نقطه حساس بلدر تعریف میکردیم. حالا بعدها مثلا توی این بازه زمانی آلن ژربوله اومد یه نقطه این 1 سانت بالاتر تعریف کرد و گفت این نقطه عوارضش مهمتره در مقایسه با این. توی حالا مطالعاتی که انجام داده بود به عنوان نقطه ژربوله در بلدر ثبت شد. و رکتوم رو هم گفتن 66% یه نقطه در نظر بگیرید که بعدها این 4 نقطه شد. گفتن یه نقطه کافی نیست، در 4 نقطه ریپورت رو انجام بدید که حالا داستان داشت تعریف این نقاط روی تصاویر 2 بعدی که عرض میکنم ما خیلی وارد این بحث حالا نمیشیم. خب منحنی معذرت میخوام منحنی به اصطلاح زوزنقه فلچر رو به این ترتیب میکشیدن که می اومدن یه خطی از S1 S2 از فضای مفصلی S1 S2 به سمفیس پوبیس وصل میکردن. در وسط این خط یه خطی به طول 6 سانتی متر، این میشد قاعده زوزنقه به اصطلاح. بعد روی L4 یه دونه 2 سانتی خط 2 سانتی رسم میکردن، اینا رو به هم وصل میکردن. وسط اینو میگفتن که به اصطلاح یه سری لمف نودهای پاراورت این بالا بود، اون
اکسترنال ایلیاک این پایین بود و کامون ایلیاک این وسط تعریف میشد. روی لترال هم همونجور که ملاحظه میکنید روی این خط همه اینها تعریف میشد. دقت کنید که ما فقط یه تصویر روبرو و نیمرخ داشتیم، هیچ چیز دیگه ای نداشتیم. بنابراین این زوزنقه فلچر خودش یه انقلابی در سیستم بود. و بعد تعریف نقطه دیواره به اصطلاح لگن رو داشتیم که می اومدیم این خط شنتون لاین بهش میگن، این خطی که در واقع لبه داخلی و خارجی استابولوم رو هم رد میشن. این معروف به قطره اشک شنتون. ارتوپدا اینو معمولا برای در رفتگی های هانش و اینا در نظر میگیرن. این سطح داخلیش رو رسم میکردن، به سقف استابولوم وصل میکردن همونجور که ملاحظه میفرمایید و اینجا رو به عنوان نقاطی که دیواره لگنی دوز میگیره تعریف میکردن. در نمای لترال هم چون خوب از بغل دیده میشد، البته این عکس خیلی دقیق نیست، یه خود بالاتر بالای حفره استابولوم اینجاها تعریف میشد نقطه و ریپورت انجام میشد. ملاحظه میفرمایید که ریپورت نقطه A و B به طور منحصر توی ICRU 8 شده یه چیزی حدود بالای نزدیک به 17-18 نقطه و طبیعتاً ما جا داره که روی این قضیه به اصطلاح توجه بکنیم که چطور جلو آمدیم و چطور پیش رفتیم. اما یه اتفاقی افتاد. ما رسیده بودیم به روزهای خیلی خوب، همدیگه رو تشکر میکردیم از همدیگه بابت درمانی که داریم انجام میدیم ولی خب یه سری اتفاقاتی افتاد. یه مدالیته‌ای به نام MRI پیدا شد و این مدالیته یه چیزایی رو به ما نشون داد که قبلا نمیدیدیم. به قول استاد کاظمیان امر به معروف و نهی از منکر هم بهمون واجب نمیشد، ولی وقتی میبینیم دیگه باید نمیشه ازش گذشت. خب دقت بفرمایید، اگر ما یه کاشت اینطوری داشتیم و رحممون این شکلی بود و اوویدا سر جاش بود و همه چیز درست بود و اینوالومنتی هم نداشتیم، خب کاشت خوبی انجام داده بودیم. اما بعد از این اتفاق دیگه نمیتونستیم ما به سادگی بگیم که همون کار قبلی رو ادامه بدیم. خب این عکس رو من خیلی دوست دارم. این عکس از کتاب ناس هست. در واقع دوستانی که باز از قدیم فیزیستایی که با من کار کردن میدونن ما میگفتیم گاهگداری باید دوره ختم ناس بگیریم، یعنی یه بار ناس رو از اول بخونیم و به آخر برسیم و نکاتی رو که در ناس کتاب ناس وجود داشت واقعا استفاده کنیم. هرچند الان اون کتاب هم دیگه باید جایگزین شده با کتاب‌های مدرن‌تر و کتاب‌های جدیدتر. ملاحظه بفرمایید این اون منحنی پیر شیپ ما، منحنی گلابی شکل ما هست و ملاحظه میفرمایید که یه جنی رو در واقع داخل این به اصطلاح محصور کردن، حبسش کردن، محبوس شده اینجا و خب طبیعتا نمیتونه آسیب به ما بزنه. مقدار دوزم بهش میدیم از بین میره. اما اگه این جنه یواشکی پاشو از این ور یا دستشو از این ور در آورده باشه دیگه این سیستم نمیتونه جوابگو باشه. خب با توجه به اینکه بیشتر میبینیم و بیشتر میدانیم، نکته بعدی این بود که ما کجاها رو داریم دوز میدیم. یه وقتایی ما احتمال این وجود داشت که اصلا رحم رو پرفوره کرده باشیم بدون اینکه مثلا به این موضوع دقت کرده باشیم که چه اتفاقی افتاده و خب نمیدیدیم. بنابراین میگفتن که سعی کنید این اولین نقطه تندم رو هرگز لود نکنید چون ممکنه به سیگموید آسیب بزنه یا ممکنه در تماس با سیگموید باشید. و اتفاقاتی که بعدها افتاد مواردی مثل فیستول و احیانا تنگی که اینجا دارید ملاحظه میفرمایید، اینها به نفع این شد که یه سری دقت بیشتر اعمال بشود. عرض میکنم وقتی میبینیم باید بیشتر دقت کنیم. مثلا جابجایی کاودال تندم میتونه دوز واژن و رکتوم و بلادر رو بالا ببره. اگه کرانیال در واقع سفالیک باشه میتونه سیگموید و ایلیوم رو آسیب بزنه. و حالا داستانهایی که بالاخره به واسطه ندیدن و به واسطه تودی بودن تصویر ما میتونستیم ببینیم. نقطه رکتوم رو دقت بفرمایید که کجا میفته در حالی که میافتاد، در حالی که دیواره رکتوم کجا هست. پس بنابراین دقتی وجود نداشت. خب چه کنیم؟ از طرف دیگه حالا مشکلاتی که با هم داشتیم، این دوز 60 گری ما یه سه تا عدد میدادیم به هم دیگه. شما فکر کنید مثلا در یکی از مراکز کشور یه بیماری درمان میشد، میخواست بره شهر خودش، ما برای اساتیدی که
همکارانی که اونجا کار میکردن 3 تا عدد گزارش میکردیم. آقا ما یه دونه منحنی 60 گری به ابعاد فلان سانتی متر در فلان سانتی متر در فلان سانتی متر داشتیم. خب هیچ دقتی نداشت، مثل تصوری که از برج بابل وجود داره دیگه. الان در واقع برج بابل رو هر کس به یه نحوی طراحی میکنه، ولی به هر حال اون چیزی که قابل اندازه گیری است در واقع الان اون چیزی نیست که در ذهن ها وجود داشت. خب این بحثی بود که ما اون موقع در واقع داشتیم. در سال 2005 و 2006 جکسترو در واقع جکسترو از همون سالها از حدود 2003-2004 از ایسترو جدا شد، برای اینکه دیدن نمیشه یه آدم همه چیزو بلد باشه، هم اکسترنال کار کنه، هم براکی کار کنه، هم به قول معروف بیمار رو در زمینه‌های مختلف بخواد درمان بکنه. جکسترو جدا شد و یه گروهی در واقع تشکیل شدن. اینا اومدن یه سری توصیه‌هایی رو در رابطه با MR بیس انجام دادن. یعنی اومدن گفتن آقا در MRI ما چیزهایی رو میبینیم، حالا بیایم بر اساس این چیزهایی که میبینیم تعاریفمون رو جلو ببریم و در واقع روش کار بکنیم. خب اولین اتفاق تعریف امبریس International Study on MR-based 3D brachytherapy in locally advanced cervical که اینجا ملاحظه میکنید دیگه این امبریس از وسط اینو اول اینو 3 حرف اول اینو 2 حرف اول این کلمه رو جور کردن. خب میدونید امبریس به معنی در آغوش گرفتن، در بر گرفتن است. خب یه سری ابزرویشن مولتی سنتر انجام دادن از حدود 2008 تا 2015 و در 2016 ICRU 89 رو چاپ کردن. اون 1985 ICRU 38 تا ICRU 89 که در 2016 چاپ میشه، 1 سال بعد از اینکه مطالعات امبریس که بعدها به امبریس وان معروف شد این امبریس انجام شد. خب امبریس چی داشت؟ اول اینکه میگفت در اکسترنال دقت بکنید، شما الان میتوانید کانتورینگی انجام بدهید که قبلا انجام نمیدادید. بعد در خصوص رادیو بیولوژی اومد یه سری تعاریفی رو انجام داد که در چه زمانی براکی رو ما انجام بدیم، کی براکی کنیم مریضمون رو، کی بررسی کنیم که اصلا مریض ما باید براکی بشود، در زمان براکی حتما از مریض تصویر بگیریم و موارد این چنینی مواردی بود که اینا به عنوان به اصطلاح چیز برای ما مشخص کردن. بعد اومدن گفتن پروتکل‌های MRI رو به ازای رحم و سرویکس تعریف بکنیم. ملاحظه بفرمایید تصاویر به اصطلاح پاراساجیتال، پاراگزیال، کورونال و پاراساجیتالی رو که ملاحظه می‌فرمایید در حالت‌های مختلف و شکل‌های مختلفی از سرویکس رو که میتونید ببینید. در زمان تشخیص هست، این در انتهای اکسترنال در هفته 4 در واقع بعد از رادیوتراپی برای توموری که پاسخ خوب داده باشد. این هم در نهایت بعد از براکیتراپی هست که ملاحظه میکنید این ستون، منظورم این تصاویر آگزیال و ساجیتال و کورونالی که ملاحظه بفرمایید در محور بلند به اصطلاح لانگ اگزیس رحم این تصاویر گرفته میشه، اینا در شورت اگزیس رحم و اینا هم که ساجیتال زده میشه. خب اینجا ما اومدیم در واقع 3 پارامتر تعریف کردیم. یه چیزی گفتیم به نام HRCTV، های ریسک CTV. های ریسک CTV چی بود توی امبریس وان؟ های ریسک CTV عبارت است از سرویکس، هر سرویکسی که باقی مانده باشد. شما بیمارتون اگه جراحی شده باشه و سرویکسش باقی مونده باشه، HRCTV. همه دوزایی که برای HRCTV داده شده باید به این داده بشه. به این مسئله دقت بفرمایید. یه IRCTV یا اینترمدییت ریسک CTV داشتیم، جاهایی که احتمال دارد میکروسکوپی سیگنیفیکانت وجود در واقع تومور اونجا. بعد این IR البته توی امبریس 2 حذف نشد، در واقع گفتن 60 گری کافیه براش که عملا 60 گری رو میگیره، مشکل نداره. و یه به اصطلاح ناحیه لو ریسک CTV داریم که نزدیک همون دیواره لگن و اون محدوده هستش که لگن میگیره، که ما در براکی عملا دیگه اینجا خیلی دوره و کاری باهاش نداریم. ما عمدتاً کارمون با الان دیگه با HRCTV هست
بین 90 تا 95 گری رو باید به این ناحیه ما دوزش رو برسونیم تا از بابت کیور مطمئن باشیم. یه خط مرزی تو کتاب شما، کتاب پرز، نوشته 87 گری هست. اگر زیر 87 گری باشد شانس اود 20%، اگه بالای 87 گری باشد شانس اود 4%. یعنی به طرز معنیداری این داستان وجود داره. پس دقت بفرمایید که سرویکس حتما دوز کافی را دریافت کرده باشه. خب ملاحظه می‌فرمایید گاهی اوقات ما کامپلیت رمیشن داریم، یعنی توموری که دقت بفرمایید روز اولی که اومده بوده تا در پارامتر چپ مثلا اینجوری درگیر بوده الان پاک شده، ولی سرویکس ما کماکان جز اون ناحیه است. حالا یه مقداری پاسخ به اصطلاح پارشیال رمیشن داریم. ملاحظه می‌فرمایید اینجا باز این ناحیه جزء HRCTV ماست، اینجا پارشیال ریمیشن خیلی کوچیک داریم، یا وقتی که اصلا ریمیشن نداریم. یه قرار اینجا با هم بذاریم. اگر در آخر هفته 4 دیدید که تومور هیچ جوابی نمیدهد، دیگه اکسترنال براش نمیتونه کاری بکنه، این بیمار باید بیاد به بخش براکی مراجعه کنه. الان میگن اکسترنال دیگه از 45 گری بیشتر داده نشود. حالا اگه خیلی اصرار دارید 50 گری، دوستانی که اصرار به دادن 50 گری دارن یه پیشنهاد براشون دارم، اینا بیان 28 تا 1/8 یعنی 50/4 بدن. اینجوری از لحاظ EQD2 خیلی دست پای ما رو در رابطه با رکتوم و بلادر نمیبندن. خب این تعاریفی بود که قبلا وجود نداشت، اینو به عنوان HRCTV IRCTV ما پیدا کردیم. نکته بعدی ارگانات ریسک ها بودن. ارگانات ریسک ها به شکل نقطه در ICRU 38 تعریف می شدن. الان گفتن که ما میتونیم حجم تعریف بکنیم و D2CC رو به عنوان مبنا در رکتوم و بلادر در نظر بگیریم. مقادیر D2CC رکتوم بین 70 تا 75 گری، D2CC بلادر زیر 85 گری. ما 84 رو به عنوان ریفرنس در نظر میگیریم. البته بلادر حسب اینکه کجا باشد این D2CCش، چون عضوی است که شما میتوانید در جلسه ای از درمان اگر دوز زیادی گرفت، جلسه بعد یا کامل خالیش کنید یا پرش کنید، جای مقدار دوز رو عوض بکنید. مشکلی در این زمینه نخواهیم داشت. روی دوز بلادر بحث است. میگن ناحیه‌ای که در واقع این کانتیننس رو کنترل میکنه، کف مثانه، از 80 گری بیشتر نشود. اینا رو دقت بهش داشته باشید. بعد یه دیگه 1/10 CC برای فیستول تعریف شد که در رکتوم حدود 100 گری هست. یعنی انقدر دوز بدهید که دیگه 1/10 CC در رکتوم از 100 گری بیشتر نشود. این تعبیر بعدی به اصطلاح امبریس وان بود. و بعد تقسیم بندی واژن. ما شاید خیلی قبل از این واژن رو میگفتن 1/3 فوقانی، 1/3 میانی و 1/3 تحتانی. این 1/3 هایی که قبلا گفته میشد کاملا هندسی بود، در واقع با هم مساوی بودن، یعنی واژن رو به 3 قسمت تقسیم میکردن، بعد میگفتن که هر 1/3 تعریف میشد برای حالا درمان های مختلف. ما اومدیم و در واقع در امبریس وان اومدیم و با یه چیز جدیدی کار رو تعریف کردیم. در یک تصویر مید ساجیتال، توتالی مید ساجیتال در واقع MR، این نقطه رو به عنوان PIBS Posterior Inferior Border of Symphysis تعریف میکنیم. یه خط میکشیم، یه لول داریم، لول PIBS. هر چه زیر این هست، سوای این که چند سانتی متر است کاری نداریم، میشود 1/3 تحتانی تا 2 سانتی متر بالای این رو به عنوان 1/3 میانی در نظر میگیریم و هر چه بالای این است 1/3 فوقانی. درست شو؟ این تقسیم بندی، این 1/3 ها با هم مساوی نیستن و اصلا هندسی نیستن، به غیر از این 1/3 میانیه که 2 سانت میاد بالا. این چرا اتفاق افتاد؟ برای اینکه واژن رو ما نتایج کارمون نشون میداد که واژن رو باید به عنوان یه ارگاناتریس که خودش رو در نظر بگیریم اگر این والو نبوده است. ما دوز تحمل واژن رو حدود 140 گری تعریف میکردیم، مشکلی هم نداشتیم. این برای فیستول واژنه. واژن رو به لحاظ دراینس و به لحاظ شورتنینگ اگه بخواید به عنوان ارگاناتریس تعریف بکنید حدود 80 گری حد تحملش.
بنابراین واژن رو هم شما میتونید به عنوان ارگاناتریسک در نظر بگیرید و بحث حالا فیزیوتراپی های واژینال که وجود داره و مواردی از این دست که انجام میشه. پس تقسیم بندی ها به این ترتیب انجام شد. دی 2 سی سی رو یادتون بیاره، بحثی که ما در خصوص دی مکس در اکسترنال داریم دیگه، ما تعریفمون وقتیه که 2 سی سی حجم داشته باشه دیگه. برای همین شما هم دی مکس رو به شکل دی 2 سی سی تعریف میکنید و به اصطلاح روی این کار میکنید. خب یه سری ارگان های جدید حالا دیده میشدن که قبلا دیده نمیشدن دیگه. اورترا یکیش. ما اورترا رو در خصوص اورترا در پروستات مفصل صحبت خواهیم کرد، ولی خب اورترا به هر حال در اینجا هم وجود داره و گاهی اوقات موقعی که مثلا زایعه‌ای در اطراف اورترا پری اورترال ما زایعه‌ای داشته باشیم، باید مراقب اورترا باشیم و اورترا رو به عنوان یه ارگاناتریسک تعریف بکنیم. ارگاناتریسکا هر روز دارن بیشتر میشن، حالب یواش یواش داره اضافه میشه. البته حالب در امبریس 2 و حتی آخرای امبریس 2 داره اضافه میشه. به هر حال جزء مواردی هستش که در این قضیه باید بهش دقت بکنیم. خب اگر بخوایم هدف به اصطلاح امبریس 1، نتایج امبریس 1 رو که خلاصه شده در ICRU 89، من توصیه میکنم همه دوستانی که میخوان به نحوی وارد کار GYN بشوند ICRU 89 رو بخونن. یه دفترچه حدوداً 220 صفحه‌ای است و واقعا قابل، یعنی مطالعهش واقعا دید خیلی خوبی میده. هدفمون چی بوده؟ هدف اون بوده که حجم ها رو تعریف بکنیم به جای اینکه نقاط رو تعریف بکنیم، یا به جای اینکه برعکس منحنی آیزودوز رو تبدیل به حجم بکنیم، در حجم منحنی آیزودوز رو تعریف بکنیم. رادیو بیولوژیکال ورییشن ها تعریف شدن. اولین بار محاسبات EQD2 در نظر گرفته شد. مریض شما روز اول که مراجعه میکنه باید این محاسبات رادیو بیولوژیک براش حتما انجام بشه. پارامترهای حجمی به طور مشخص تعریف شدن و به اصطلاح پرسکریپشن معنی پیدا کرد. یعنی وقتی ما الان میگیم مثلا 7 گری، 6.5 گری، 5 گری، مشخصه که منظورمون به حجم HR مون هست برای اینکه به اون فاصله 90 تا 95 گری در واقع برسیم. البته پارامترهای دوز پوینت رو کماکان گزارش میکنن و در نهایت لیول های کلینیکال پراکتیس رو اومدن به 3 قسمت: مینیمم استاندارد، ادوانس استاندارد آف دوز پلنینگ اند تریتمنت و در نهایت فرم های جدید به اصطلاح شرح پلنینگ و مواردی که باید گزارش بشود و مواردی که احیانا کرایتری هایی که ما هنوز نتونستیم بهش برسیم، در واقع در ابتدای لول 3 هستیم تا بر لول 2 در واقع میتونیم الان ما ریپورت هامون رو انجام بدیم. خب تصاویرمون رو در واقع حجم رو به اصطلاح ICRU میگه که با MR CT اولتراسوند پت CT میتونید در زمان تشخیص و زمان براکی با هم مقایسه بکنید. یه قرار همینجا با هم بذاریم. اگر قرار است بیمارتون رو براش کانتور بکشید، در انتهای هفته 4 اکسترنال یه MRI تشخیصی با تزریق ژل واژینال از بیمار بگیرید. اگر اینو بگیرید می توانید کانتور HRCTV داشته باشید. اگه اینو نگیرید خواهشاً برگردید با همون نقطه A درمان کنید، چون براش اکسپریانس وجود داره. چون هر کانتوری که در CT بیس بکشید براتون مسئله ساز خواهد شد. اینو بگیرید برای اینکه بتونید برای مریضتون تصمیم درستی بگیرید و به اصطلاح استیج بعد از استیج به اصطلاح استیج جدید رو تعریف بکنید. به خاطر بیاریم که وقتی ICRU 38 تعریف شد گفتن تا استیج 2B کیوربل است کانسر سرویکس. الان گفته میشه که تا حتی 3B هم کیوربله، به شرطی که مشکل متاستاز نداشته باشیم و ابزارهای لازم برای کنترل و دادن این دوز رو داشته باشیم. برای اولین بار از استیجینگ TNM و فیگو که حالا TNM جای فیگو رو هم گرفت تعریف شد، برای اینکه تو فیگو اشاره‌ای به لمف نودها نشده بود
و در نهایت موارد ارتباطات با بخش اکسترنال و اون مقادیری که ریپورت می شود رو بهش دقت می کنیم. خب دراوینگ های کلینیکال، یعنی در زمان، ملاحظه بفرمایید، در زمان تشخیص چه تصاویری کشیده می شود و در زمان به اصطلاح براکی که این باید در واقع تعریف بشه. شما ببینید چقدر رزیجو دارید، در کدوم سمت رزیجو دارید و اگر رزیجو دارید احتیاج به اینتراکویتری و بیشتر از اینتراکویتری یعنی اینترستیشیال داریم یا نداریم. و این منحنی که در واقع مبنای امبریس وان هست میگه یه زمانی نقاط آ رو شما تعریف میکردید به ازای تعریف نقطه آ که اینجاست، به ازای نقطه آ که نقطه پوینت ما هست. اتفاقا بیشترین تجمع داده ها رو ما اطراف همین داریم، ولی گروهی بودن که دوز زیادی دریافت میکردن، حجم های کوچیک، و گروهی هم بودن که دوز کمتری دریافت میکردن، با اینکه تراکم دور و بر همین نقطه بود. یعنی نقطه آ رو همچی خیلی راحت هم نمیشه کنارش گذاشت. اینم عکسی از دوستان ما که میخواستن این منحنی رو نشون بدن. حالا سر پریموش پتریک نمیتونسته بیاد پایین، با دستش این تیکه رو خواسته نشون بده. خسته نباشید. من سپاسگزار همه دوستان هستم. خانم دکتر منتظری و خانم دکتر آبیار واقعا خسته نباشید. من تا الان پرزنتیشنی در خصوص براکیتراپی که 38 تا اودینس گوش بدن نداشتم. انشالله البته همشون گوش داده باشه. خسته نباشید. استاد صابری ممنون از شما، خیلی زحمت کشیدید. همینطور ممنون از استاد عقیلی، با وجود گرفتگی صدا و کسالت خیلی زحمت کشیدن، و ممنون از همکارایی که تا اینجا با ما بودن. خیلی متشکرم. انشالله جلسه بعدی حدود 1 ماه دیگه مجدد در خدمت شما همکاران هستیم. خواهش می‌کنم در خدمت. یه منم سوالی که از تشکر دوستان میکنم، مطرح کرده ببخشید. بودن. آره منم تشکر میکنم، خیلی ممنون از همکارانمون در آکادمی آوان، سرکار خانم دکتر آبیار و سرکار خانم دکتر منتظری. برای اینکه خود بحث بشه خواهش میکنم به ما فیدبک بدید، چون ممکنه یه سری چیزایی اضافه است گفتنش واقعا برای شما شاید جذاب نباشه، یا چیزایی سوالاتی دارید یا نحوه بیان ما باشه که شاید ما بتونیم از همکاران دیگرمون استفاده کنیم که بهتر از ما بتونن اینو بیان کنن. یا به هر حال میدونید عرضم این بود در اول صحبتم، این که وقتی یک طرفه صحبت میکنی جذابیت مباحث ممکنه کم بشه. اینه که اینتراکشن مخاطبین میتونه خیلی تاثیر داشته باشه در بهبود کیفیت این برنامه ها. ممنون استاد، خیلی عالی. من و خانم شما منتظری هم در خدمت دوستان هستیم. هر فیدبکی لازم بود یا اگر نیاز به حالا صحبتی در طی جلسات دارن، حتما قبل از جلسه ما هماهنگ می‌کنیم خدمت شما و بقیه اساتید که جلسه اینتراکتیو هم باشه. متشکرم. خب یه سوالی رو همکارمون مطرح کرده بودن در خصوص سورس کوبالت. اینکه سورس کوبالت تا چه وقت می شود کار کرد. جناب آقای کسایی، ببخشید من اگر من ارادت دارم خدمتتون، ولی نمیدونم از همکاران فیزیست هستید یا از همکاران به اصطلاح ریدیشن اونکولوژیست. آقای کسایی میشنوید صدای منو؟ خب من نمیدونم هنوز هستن یا نه. در خصوص سورس کوبالت، ببینید ما وقتی با ایریدیوم کار میکردیم، ایریدیوم 12 کوری به ما تحویل میشد تا وقتی که بله جناب کسایی، ارادتمند آقای مهندس کسایی، ببخشید آقای مهندس کسایی، من خیلی شرمندم ببخشید واقعا، به حساب سن و سالم بذارید، فراموش کردم شما رو. من حامد کسایی، آقای مهندس کسایی، ما میشناختیم شما رو همیشه به اون عنوان. ببینید ما تا زمانی که با ایریدیوم کار میکردیم به اصطلاح تا حدود 2 کوری رو
دستگاه اجازه میداد لود کنیم. از نوکوری که میومد پایین اصلا دستگاه اجازه لود بهمون نمیداد، یعنی امکان لود دیگه وجود نداشت. کوبالت این محدودیت رو نداره، ولی اگر ما بریم همون توتال دیفرنس ایر کرمایی که برای ایریدیوم و برای کوبالت تعریف کردیم، تقریبا یه چیزی حدود 7 سال تا 7 سال و نیم بر حسب اینکه کوبالت اولیه با چه اکتیویتی آمده باشد مؤثر است. اما یکی از ساده ترین کارهایی که ما میتونیم انجام بدیم اینه که یه دونه سیلندر بذاریم، بزرگترین سیلندر هر مرکزی رو بذاریم، یه دوز 6 گری بدیم، ببینیم به سطح مخاط اونجایی که حالا پرسکرایب میشود دوز، حالا یا سطح مخاط یا نیم سانت زیر سطح مخاط، این 6 گری بیشتر از نیم ساعت طول میکشه یا کمتر از نیم ساعت. تا وقتی کمتر از نیم ساعت است در محدوده HDR هستیم و میشود کار کنیم. اگه از نیم ساعت این زمان بیشتر شد دیگه اون سورس قطعا باید آوت آف سرویس بشود. من باز معذرت میخوام از کسایی که شما رو به جا نیاوردم، شرمنده هستم. سپاسگزارم. دوستان دیگه اگه سوالی دارن در خدمتشون هستم. تشکر استاد جابری. خواهش میکنم. خسته نباشید. آقای دکتر عقیلی شما هم خسته نباشید. متشکرم از همه همکاران. متشکرم. شبتون بخیر. شبتون بخیر.